خبرهای اقتصادی امروز 27 ینور در پیام تیوی. از کارخانه واحد استحصالی جمهوری گرانی در بلاروسیا، هیئت نمایندگان وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری تاجیکستان دیدن کردند. همچنین متخصصان و رهبران کارخانه آلومینی تاجیک، کارخانه مشترک استخراج طلای تاجیکستان و چین، کارخانه استخراج طلای اپریلوفکا و غیره به فعالیت این کارخانه شناخته شدند. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات این کارخانه، هدف سفری هیئت مشورت با متخصصان فنی بلاروس، آشنایی با تولیدات کارخانه و شرایط کار تجهیزات رباتسازی بلاس در کان سیتنیتسکای بوده است. وزارت نقلیات تاجیکستان برای انجام کارهای ساختمانی برای بازسازی 2 قطعه راه در ولایت ختلان با 2 شرکت شرطنامه بست. یک روز پیش از این، وزیر نقلیات عظیم ابراهیم با شرکت چینی نانکین کمیونیکیشن انجینیرینگ کو شرطنامه امضا کرد. کارخانه تاجیکستانی زواد اسفالت و بتون عاید به ساختمان و تجدید شاهراه قطعه یکم بختر لیوکند و قطعه دوم لیوکند لالازار. گفته می شود که در تندر برای انتخاب پودرچی 18 شرکت بین المللی شرکت کردند. در این تندر یک کارخانه تاجیک شرکت کرده، یکی از 2 تهرا برد. نظارت صفتی ساختمان در لایحه ها از جانب شرکت استرالیایی سمک عملی کرده می شود. نرخ ارز. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانی را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 27 ینور اعلان کرد. طبق نشانداد بانک ملی تاجیکستان، ارزش 100 روبل روسی برای امروز 14 سامانی و 70 درم است. این نهاد قرب میانه فروش $100 ایالات متحده آمریکا در مؤسسه های قرضه تاجیکستان را 1028 سامانی و 30 درم ارزیابی کرده است. بانک ملی قرب میانه فروش 100 یورو را 1122 سامانی و 39 درم ارزیابی کرده است. نرخ طلا. بهای هر اونس طلا در معاملات صبح امروز میان بانک‌های لندن $1934.93 معامله شد. نرخ نفت خام. نرخ میانه فروش هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در بیرژه های اینترکانتیننتال اکسچنج و برینگراد فیوچرز لندن $87.91 معامله شد. نرخ میانه هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در بیرژه های نیویورک مرکانتال اکسچنج و لایتویتگراد اول نیویورک $81.44 معامله شد.